پادشاه سفره هرمزگانیان، خوشمزه ترین سس دنیا، از هرمزگان تا امارات سری دعوان. تو روایت خوندن که بزرگمهر وزیر انوشیروان ساسانی این فرمولی کشفی کردن. این سس خوشمزه هم با نون توموشی یا همون رگاگ اخیراً که خیلی خیلی خوشمزه. یکی از مواد اولیه این سس خوشمزه ما این ماهی اشینن. بریم دستور تهیهش با هم ببینیم. این ماهی پیزی یا اشینن که طی فرایندی که واسه گرما انجام گیرید با نمک تبدیل بید به ممخ. آقای ارجه چند سال مشغول به این کاری؟ حدود 40 سال. اما ماهیابه یعنی چه؟ مه یعنی ماهی، آب هم یعنی آب. بعد از صاف کردن ممخ اضافه کردن موادش که شامل خردل، رازیانه، گشنیز و زیرن که پودر بوده. ماهیابه ما آماده بی، ولی برای جاکتش باید که حداقل 3 هفته تو آفتاب بی. عجب عطریشه این ماهیابه. سابقه 40 سال کارن ها. اگه تو خوب و خوش عطر به دستت برسد کلمه ماهیابه برام کامنت کن.